حامیان محترم، امروز 17 آبان 1402 دیروز شهرداری میخواست چند تا سگ از باغستان شهریار ببره که من گفتم تا یه مهلتی بهم بدین. یه آقای پاشو کرده بود توی کفش، روز 100 دفعه به شهرداری زنگ میزنه، میگه این سگا رو بیاین ببرین و بکشین، اگه نبرین من خودم میکشمشون. همسایه ها میخواد سم بهشون بدن که خودش میخواد سم بده و تهدید کرد که اینا رو میخواد بکشه. ما اینا رو بردیم با دوستمون عقیم کردیم، بیشترشون تگ دارن، ماده ها همه تگ دارن. 6-7 تا سگه که اگه تا شنبه اینا رو نبرین ما اینا رو یا شهرداری یا میرم شورای شهر میگم همونجا بفرستن، زندگی رو بفرستن بیان همه رو ببره، یا اینکه خودمون سم میدیم میکشیمشون. خواهش میکنم کمک کنیم به من دست تنها نمیتونم اینا رو جابجا کنم. من اینا رو به اینا غذا میدم، اونجا قلمروشونه. یعنی خدا فقط نابود کنه این مردمی که با این حیوونا بدن. آهشون مطمئنم میگیرتشون. من بهشم گفتم آقا آه اینا زندگی تو میگیره. نه خانومم میترسه، نمیدونم چون خانومش میترسه این حیوانایی که از وقتی به دنیا اومدن تو این باغات بودن، اونجا هم اصلا مسکونی نیست، اون یه کوچه که جز باغاته، جز ویلاهاست، یعنی پر سگه. اینا هم برن چند تا سگ دیگه میان. این مشکلش رو با خانومش باید حل کنه که از سگ بدش میاد. تمام سگای اون منطقه رو باید ببریم به خاطر اینکه خانوم میترسه. واقعا ما نمیدونیم با این مردم چی کار کنیم، مخصوصا شهریار. حالا باز خادم آباد خیلی بهتره، اونجا هم آدمای حیوان ستیز داره ولی خیلی کمتره. این منطقه دهمویز شهریار واقعا این مهدیه شهریار واقعا با حیوونا بدن. یعنی من نمیتونم این حیوونا چه بلایی به سر اینا آوردن که انقدر با این حیوانای بیگناه بدن. واقعا اینا حق زندگی ندارن؟ مگه میشه همچین چیزی؟ آخه اینقدر آدم بیرحم باشه؟ خواهش میکنم به من کمک کنین اینا رو جابجا کنیم. تا شنبه بیشتر مهلت ندادن به من. شمارم 938 130 22 90 هستش. وقتتون بخیر، ببخشید که مزاحمتون میشم.